بچه حالتون چطوره؟ انقدر درگیر درس و اینها هستم که بعد از مدت ها وقت شد که یه ویدیو براتون بذارم. میخوام بگیم که روزت تا الان چطور بود یا چطوری گذشت. به جای که بگیم مثلا how was your day که دیگه خیلی ساده به نظر میرسه، میتونیم از این عبارات استفاده بکنیم. What's the highlights of your day so far؟ یعنی اون هایلایت ها یا چیزای مهم روز چیا بوده تا الان. اون سوفار آخرش هم یعنی تا الان که کمک میکنه جملتون خیلی حرفه‌ای‌تر به نظر بیاد. How has your day been treating you؟ یعنی که روزت چگونه باهات رفتار کرده. حالا معنی لغویش اینه ولی باز هم یعنی همون how was your day یا روزت چطور بود. یه عبارت دیگه هم که عبارت آخر باشه میگیم what's the vibe of your day یا what was the vibe of your day so far. یعنی که این مودت یا اون وایبی که امروز داشتی چجوری بوده. این هم باز میتونه به همون معنا باشه. اگه عبارت دیگه میدونید لطفاً برام تو کامنت ها